هیچ کس باوری نداشت که می آید. اینک تاجیکستان، شهر دوشنبه و سمی یوسف خواننده عالی ترین عصر، ترانه های پاک و زلال، آبی و به علت. سمی یوسف روزهای 7 و 8 اکتبر ساعت 17:30 در کاخ باربد. اولین دیدار با سراینده عصر. برای 7 بهار روزی درد تمام می شد. تاریکی روح را احاطه کرده بود. شب همه را می پوشاند. صبح در دوری ها است. انسان چرا به دروغ رو می آورد؟ تاریکی دروغ، تاریکی انجام. با این دروغ 7 بهار به خودش راه می کابد، کوشش می کند. دروغ آفتاب را از 7 بهار پنهان می کند. بعضا انسان به سوی دروغ می تازد و دروغی که گویا بارش را سبک می کند، گویا بر دردش ملهم می گردد. لیکن نمیداند که یک دروغ تو راهی اولی نیست بر دروغی بزرگ. در جایش نمی ایستد و مثل برف ترک شده. هر یک دروغ استراب است، هر یک دروغ عذاب است. به نشان رسید. گلی به پیش. دروغ و نفس مثل سگ شکارچی هند. یاردمچی شکارچی به انصاف مگر با انصاف بودن میتواند. دروغ و دایم دنبال ذوقی پلید است. دروغ به شکار رفته ماهیقا شکار می‌کند. عاقبت این شکار چیست؟ خردکک. تو رو هم نزد عمر گفت. عمر
خدای توبه بر وقت بر اومده است چی؟ چرا گریه میکنی؟ تو چه حق داری که گریه میکنی؟ سعیده بس کن، قهرم رو نیار. قهرت رو میارم. آیا تو وجدان داری؟ بگو. تو هم مثل دوغن گناهگاری. بس کن گفتم، بس کن. شما هر دو اکای عمر رو کشتید اپا، کشتید. خدایا توبه، شاید عمر به جای کارش رفته باشم. رفته دیدم در جای کارش هم نیست. با اون نزد تقوی علی رفتنی بودم. وقتی دیدار بینی پس از نصف روزی. عمر دیشب برای واخوری نزد دوغن رفته بوده؟ مادر جان فکر نمی کنم که رفته باشم. آشتی شده بودم دو. سعیده تو باید مرا فهمی. چی کاری که کرده باشم برای محبت عمر کردم. دوغن رو خیلی خوب میشناسم. اگر قهرش آید چقدر بیرحم شدنش رو میدونم. خونی ناحقی میریخت سعیده، اون رو نگه داشتم. درست بود یا نادرست نمیدونم، اما با چی راهی که نباشد باید اونها رو جدا میکردم. اکنون بازکای عمر رو از دست دادیم. مگر این از مردن هم دردناکتر نیست؟ سعیده از اونی که تماما عمر رو از دست میدیم بگذار همین خیلی باشد. ببین بازی رو آغاز کردم. اگر با این بازی عمر رو از مرگ نجات داده توانم راضیم تا آخر بازی کنم. انا بین من در روی برایت هستم. ببین من در لحظه یک فکر کن. اگر پرونی من رو از دست میدهی دوغن، بازیر کردنی کلنگ صاحبی من نمیشه. التماس نپرون. بعد از این سخنها مرا میکشتی بهتر بود سرما. ببخشید که تکرار میکنم، بیماران شما رو انتظارند. فهمیدم. شرط است که 100 بار گویید. میبخشید همشیره، میبخشید که کمی تابم خیره است. مرحمت بیمارها رو دعوت کنید. سلام دکتر. کشوید جای خواهد شما نیست. کمی ورم کرده است. داروهای نوشتن را هر روز استفاده کنید. باز برای تشخیص نزدم بیایید. تشکر خدا شکر. عمر بند هستم. نه خود یک دقیقه هم وقت نداری. باید گپ زنیم عمر. التماس. سرما دیروز در دلت اون چی بود گفتی. اکنون چیزی را شنیدن نمیخوام. از این پس بیهوده خودت را آواره نکن. عمر سرما التماس برو. بیماران انتظارند. فکر میکنم که تو هم بیمار داری.
марҳамат, бемори навбатӣ. اینро با تو چقدر گویم بر چقدر тавба, ҳоло зоғ нулашро дар об назада ки занг мезада бошад? алло, чаро боз занг задӣ? маро ба оташ партофтанӣ? ваъда додам ки пулро мефиристам. сабр кун, ба ман гӯш кун. барои ту шуда духтарамро ба ин ҳол овардам. каме сабр кун, дигар занг назан. ҳамин ки пулро ёфтам мефиристам. акнун гӯшакро мемонам ки дастгир мешавем. худоё, ин балоро аз сарам дур кун. گون با در خانه بیاید چی؟ حلیما، تو چی کار میکنی؟ علیا کرین علیا کلین با تو گفتم نشنیدی. ثروت کجاست؟ حالا هم پای افزارم رو تازه نکرده است. با مادرم بیرون بر اومد. بیبی اش وعده داده بودن که شد آخر شد. این کارهایت را یک طرف مانو پای افزارم رو تازه کن. تقوی جان دستانم خمیر آلود. کارهایم زیادن. ثروت که اومد میکند؟ چی؟ تا آمدن ثروت خودم را حفظ کنم. چیزی که گویم در حال اجرا شود. آخر تقوی جان خمیرم ترش میشود. امروز همین خیل پوشید. به تربیه در این خانه کلیم بودن رو زود فراموش کرده ای. من میشود گفتم میشود. نیت تقوی جان فراموش نکردم. فراموش نکرده ای؟ تو مرغ آدمی شب نمی کنی. بهوده نگفتن بور که پیر شد مسخره سگ می شود. استغفرالله. حاضر زود تازه کرده می بیارم. نمیخواهم. از اون دست خیری می اومدگی اصلا نباید. آخر تقوی کثافت. چی میکردم؟ برای گوشت خریدن پول بگرفتم. دائما از من میپرسیدی عادتی نو از کجا؟ خدای توبه، گوشت میخریدم. اگر چنین رفتارت رو میدونستم شد خوراکی به گوشت تیار میکنم. بسیار خوب شد که به نزدت آمدم کوری امین. همین طور نه؟ تو چی کار میکنی؟ اینجا حمام است مگر؟ دیشب سرما از کجا فهمید؟ از کجا دید؟ لیکن با خواست خدا آمد. برای تو خرسان شدم. شانه کن شانه. مایلش داغن بیا امشب با شهر می رویم. با کازینو در آمده استراحت میکنیم. برای من دیگر کازینو وجود ندارد. اما بچه گفتم که کار جدی است. کازینو دیگر برای من وجود ندارد. شوهر دختر میشوم. خیر شد. من رفتم. تو بزدید. امروز کار را تمام میکنم. شادیانه را تیار کن. باوریم نمیآید عمر. سرما با داغان چی کار دارد؟ یعقوب، من حالا درباره باور کردن یا نکردن نی، بلکه چگونه هر چیز زودتر فراموش کردن را فکر میکنم. صبر کن، شتاب نکن عمر. در پس پرده این کار چی سیری نهانی است؟ اجازه ده با او من صحبت کنم. شاید سود یارد. التماس یعقوب، هرگز. در اصل من میدونم که چرا چنین شد. ما نه با اون ساحلی در کاری برآمدیم. کاری را که به ما گفتند دست کشیدیم. اگر تکرار کنم نزد مردم شرمنده تر میگردم.
дафтари сурма акнун бароям пӯшида шуд. акнун бояд аз паси корҳои падарам шавам. то исботи бегуноҳии ӯ аз баъзе корҳо бояд дуртар бошам. мебахшед молим. ҳеҷ гап не. марҳамат, бемори навбатиро даъват кунед. хуб шудааст духтур. марҳамат, бемори навбатӣ. دختر خانم دوغان این گلها برای تو. خوش آمدی. مرحمت. این گلها به زیبایی تو حسد میبرند. چه زیبایی. زحمت کشیدی. یعنی تشکر به تو. کدوم شما تو رو اینجا آورد؟ بیماری داری؟ میدونی بیماری من در دلم سرمن. بعضا چنان در رو حس میکنم که از وجودم زده میبراید. زود روی میدهد؟ در هر دیدنی تو وقتی رویت را میبینم، وقتی شنیدن نامم، در هر نفس گیریم میخواهم دلم آرام گیرد سرمن. کمی هم باشد آرام گیرد، لیکن یک چاره هست سرمن. همسری من باش. احمق دیوانه، چرا سرمه رو خبر کردی؟ من آخر کی را به قتل میرسونه؟ طوری تو چی؟ عمر با شما جیان میشد، با من امک بچه وجدانم نبرداشت. در پهلویمون مرد هست گفته گشتیم. گپش با زنش نمیگذارد و باز من از او چه انتظار شوم؟ این چی معنی دارد؟ زن چیزی نمون که به من نگفته باشد. هرچند که با او آقا باشم هم پدرش رسم نمیشم، مگر یک خواهشی میده کردی به دهان بینی امان زد. آخر چی گفت پدر؟ چی میگفت؟ من خدمتگار شما نیستم که به شما خدمت کنم گفت. اوه گپی بسیار مثل مادرش. اپن هم نزدش باشد کسی را سخن گفتن نمیماند. اول رفته زنت را آدم کن، بعد آمده در نزدم راست ایست. چهره که گفتن مشت و لگت هم درس است. بعضی ها انا همین خیل آدم میشوند. رئیس ادوکات آمد، شما را انتظار. چرا خاموش شدی سرمن؟ چی میگویی؟ با من آیله دار میشوی؟ چرا چیزی برایم نمیگویی؟ یعنی من انتظار نبودم. این فکر به سرت از کجا اومد؟ لیکن دیشب چنین نبود. یا اینکه گفته هایت دروغ بودن؟ چرا دروغ بودن دوغن؟ چرا دروغ گویم؟ پس برای نجات عمر گفتی؟ نه هرگز دوغن، برای هم نگفتم. همش رو دونسته گفتم. به من به شوهر برآمدن میخواهی؟ ها؟ بگو، جواب ده آخر. اپا با تو گپ دارم. سلام اکای دوغن. چی شد سعیده، خوب هستی؟ تو رو مادرم جف میزنه. چی کاری بر آمده است؟ بیا رفتیم. مایلش میبخشی دوغن، تو بازدید. خیر اکای دوغن. سعیده چی شد؟ گپ زن. با مادرم یگون واقع شده است مگر؟ هیچ چیز نشده است. تو رو از دوغن خلاص کردم.
ба ту таклифи издивоҷ кард, худам бо доштан натавонистам. бисёр хуб кардӣ. худат чаро омадӣ? туро саҳар хафа кардам, барои бахшиш пурсидан омадам. апа, паси пардаи корро фикр накардам. апа, вазъият чӣ хел аст? напурсаида. дар бозӣ кардам ғутта зада истода. як дурӯғи маҳз гуфтам, аммо ҳоло ин дурӯғ дар гардамам печида истодааст. дурӯғ аст апа. кори хуб нашуд. бин, ин дурӯғ дар гардани акаи Умар ҳам печида истодааст. барори кор. ташаккур. амаки ҳошим ҳаминҷоянд? не, ҳанӯз наомадааст. бартар меояд. ташаккур усто. саломат бошед. бало занад қариб дастамро мезед. чаро эҳтиёт намекунед устод садрӣ? айнакатонро куҷо кардед? дар хона мондааст, дар хона. бо диққат бошед, аз дастатон маҳрум нашавед. барои чӣ намедонед? дар вақти ҷанҷол мумкин дар ягон ҷо расидааст. барори кор устод садрӣ. чашмона дар мекунад бародар ва зур мебинӣ. хоҳӣ ба беморхона биё, аз санҷиш мегузаронам. нашавад ба дигар ҷо равон мекунам. ин хел кор карда намешавад. ман хубам. бахшиш кор дорам. лаббай. хуб шудааст ёқуб, меоям. али додарам, хубӣ. биё гузар. шин. дар кадом кӯ гург мурдааст? ин хел нагӯ али. шуд хато кардем, ба дил нагир. туро хафа кардам, охир аз дар чӣ кор карданамро намедонистам. гӯш кун алиҷон, барои суҳбати муҳим омадем. оғои Наҷдат адвокат туро ҳимоя мекунад. ин чист? ин ваколатнома оғой Алӣ. барои ҳимояи ту алиҷон, иншоалло бо дастгирии оғои Наҷдат аз ин ҷо мебароӣ. харҷашро ман пасима мегирам. ту танҳо ваколатномаро де то ки туро аз ин ҷо зудтар барорем. умар ҳам интизор аст. бачаи бечора дар хона танҳо монд. дар авлодамон бесаранҷомӣ. али, зудтар ба оила бояд баргардӣ. зудтар ваколатномаро имзо кун то адвокат ҳарчи зудтар корро сар кунад. تو چیکار انسانی؟ همه وقت یک کمبودی داری. من با تو چیکار کنم؟ چی شد فکرت؟ من چیکار کردم؟ سین و سالاتم رفته است اما احترام چیست؟ حالا هم یاد نگرفتی. چی؟ من به تو آداب را میزنم ها؟ چی میگویی فکرت؟ چی گناه کردم که تنها هم میزنی؟ گوش کن علی، خودت را موسیچه بیگناه نگیر. یک باری دیگر به حرمتی رئیس پدرم شنوم از دستم میمیری. از این دختری بیچاره چی میخواهید فکرت؟ موی سرش را برایتون جاروب کرد، باز چی میخواهید؟ من با کسی بی‌حرمتی نکردم. یک مرتبه مرا هم گوش میکردی. من همسری تو نیستم. همسر بوده است. تو از خدمتگاری که خانه ها رو روبوچین میکند یگان فرقی نداری. من نمیگذارم که تو بر این یک زن قشلاقی با پدرم بی‌حرمتی کند. زیاد نشو. چی قدری که برایشون خدمت نکنی باز هم کم است. زیاد نشو. سلام. دکتر سرما همینجاست؟ حتما باید با او بخورم. آن کس حاضر بر آمده رفتند. با خیر است یعقوب؟ با سرما چی کار دارید؟ مسئله مهم نیست.
درباره تو حال نیست. گوش کن پسر عمه، از این پس مسئله سرما مسئله من است، یا این که تو را عمر روان کرد؟ عمر مردی نیست که مرا استفاده کند، کارش را خودش حل میکند. گوش کن مرا، در مسئله سرما کاری نادرست میکنی. سر دختر رو گرم مکن، در زیر این آتش تو هم میسوزی. میبینیم که میسوزد. داغن ایست، داغن التماس بود، ایستو داغن، خواهش میکنم. به من نگاه کن، تو را دیگر در نزد سرما نبینم. اگر فهمم که به عقل سرما یگان شبهه در آوردی میکشمت. داغن تو چی گفتنت رو نمیفهمی. گوش کن داغن، سرما در کدام وقت خاموش بودنت را از یاد نبرار اما بچه. اکا تو هم به بیگناه بودنم باوری داری؟ به تو باور میکنم علی. پروا نکن، من تو رو در این سراخی تنها نمیمانم. از کار اخیر نمانم. خیلی که گفتند کار این روزه را با فردا مگذار. رفته زود از پسی آزاد کردنی تو شوند. اکنون رفت. سلامت باش دادرکم. رفت. اکنون کلید طلایی در دستتان آقاید وقت خواستتان را اجرا کنید. مهر در دست کسی باشد سلیمان همان است. اشتها آور. خودم تیار کردم پسرم، اوش شود. ینگه حلیمه، دستتان درد را نبیند. در انتخاب عروس خطا نکردم. ینگه سرما مرا قبول کرد کارهای باقی مانده به ذمه شما. به گوشهایش خوانده به دلش راه یابید، اما کم را هم راضی کنید. کاری گفته ای تو آسان، اما تو خواهشی مرا اجرا کردی؟ تیار است. خوش دامنم را ملال نمی کنم. لیکن بگویید که این پول ها به کجا می روند؟ ینگه نادرست نفهمید. چرا از اما که حمزه نمی پرسید از من می پرسید؟ اگر سرما را خواهی تگو تاری کار را نپرس. اشتیای تو. بخیر است عمر جان. چرا غمگینی پسرم؟ بابا پدرم چال داشته باشند. اما که هاشم از امروز نزد پدرت رفت، حتی برایش ددوکت برده است. ای خدا، این کارها با یک دیگر راست نمی آیند. باید راهی یافته پدرم را آزاد کنم. این روزهای بد پی در پی آمدند. روزهای خوب باشد به فردا گذاشته شده. به کارهای خیر نیت کرده بودیم، لیکن بخیر است؟ چرا چهرهتون دیگر شد؟ به نظرتون می نماید مادر جان؟ یکان دردی دارید و از من پنهان می دارید. مدیره هایم آمدن. خوش آمده. پدر نگاه کنید که ها آمده. بابا جانی بابا. مرحمت گذر دخترم. با اجازت شما.
اما جان دستتون در آش شود پسرم. آش شود پسرم. ای علیا فکرت کجاست؟ چرا نآمد؟ بیا. این کار تا این وقت میستم مگه؟ زود رفته بیا زود. سلام که ها رو میبینم. در کجا ها میگردی؟ در وقتش برآمدهای شیر خانم را ترک نمی کردی. پس ما شدیم. امروز ها کمی سرکارم. وای ایشیل خانم امشب بسانه میبراید؟ میبراید البته میبراید. کنی رفتین؟ اگر خواهی پیش از برآمد با او واخوری کن. من رفته یک میز رو برایتان آماده کنم. با این رفتار تقایم مناسبت با فکرت بد شده ایستاده است مادر جان. فعلی دادرم را میدانم، لیکن چیزی که نباشد او هم تقایت هم خسارت می شود. رفتاری زن با اهل عائله مرد خیلی مهم است. تو نسبت خسارت با صبر باش، حرمتش را دوچند کن، شوهرت هم مهربانتر می شود. راست میگویی، او مهربان می شود. می شود دخترم. فکرت را دوست داشته عائله دار شد. باور کن حالا هم دوستت می دارد. آقای فکرت، این چه خوشبختی است. دیر باز شما رو ندیده ایم. کارهایم خیلی زیادم. کسی در تالار برآمدی مرا مثل شما با هوس گوش نمی کند. خودتان رو از ما نگریزانید. برعکس من هم نمیخواستم که از چنین زیبایی محروم شوم. یعنی تو را گوش کردن ذوقم رو میارم. تشکر آقای فکرت. با اجازت شما. امشب تنها برای شما می سرایم. همین رو هیچ نپرتفته. بخیل میگوید که باز 10 سال دیگر میپوشم. 3 ماه است که داد میزند، لیکن من هم دست نزدم. تو رو دعایی خیر میکند. فعلی تقایم هم میخواستی انگه بسیار که استفاده بردن پرتفته نمیتواند. البته شاید که درست باشد. شاید نگاه کن، با آنها نگاه کن. کمتر پس گرسنه میگویم. حتی خوراکشان رو تیار کنم حاضر میگویم. من به شما کمک کنم ینگه جان. کارهایم رو تمام کردم. بچه ها بسیار دوتوز نکنید، زود به خونه های خود. تو ما رو داشته نمیتوانی. انا تو رو میدارم. انا تو رو داشتم. انا کن تو ما رو دار. داشته نمیتوانی. رفتم به اینجا بیا. آقای عمر، اکنون باید به این حال عادت کنی. سرمه را تنها از دور نگاه کرده میتوانی. طرف مثبت پیشنهاد را نگر. باز اجازت هم میدهم.
دیدی چی مرد خوبی هستم. دفتری سرما برایم محکم شده است. اکنون میدان است تو. چه خیلی که میخواهی همان خیلی بازی کردن گیر. درونم میسوزد سیده. این چی حال است؟ درونم میسوزد. زیق نشو آفا جون. همش میگذرد، همش خوب میشود. دخترم این چی احوال؟ چرا گریه میکنی؟ سیده مرا کمی تنها گذار. گوش کن دخترم، تو دختر یکمی من هستی. یعنی تو رو دویم روی دستم میگرفتم. میدونم پدر. این دفعه از دستم چیزی نمیآید، لیکن حس میکنم که از برای چی اینجا نشسته گریه میکنی. باید همین خیلی شود. ما یک کوهله کلانه، بعضا چون قرار میبروریم. باید فهمی. گریه نکن. بیا حمزه جون بیا. قهوت رو برای فول محکم کردم. شین یک فولت بینم. خیلی خیلی مالش ببین کنه چی میشود. حالت چی باشد فولت همان است. اوهو چی ها میبینم؟ چی ها؟ چی بوده است؟ در بالای اسب دفری هست، در کیفتش پرنده است، کبوتر است، به حد زیباست. قسمت برکت است والله. خوب برکت دیت. روز باشه چی؟ حمزه اینجا لباس عروسانه است، بوز داماد است. است داغنی خودمان. نگاه کن، خوش سیاه، چشم سیاه. والله میگم، بالله میگم. حمزه با فکرم توی سربای داغم برآمد. چقدر خونسند شدم، چقدر خونسند. چه خیل توی؟ در آنجا چه خیل خوش سیاه و چشم سیاه دیده می شود؟ صبر کن. چرا باید صبر کنیم؟ فولهای من همش راست میبراید. چرا باید صبر کنیم؟ شین حمزه ایستو. شین ما باید مصلحت کنیم. این کاروان ما را تا کجا میبرد؟ دایم جنازه بیا کمی شادی کنیم. مگر ضرر دارد شادی کردن؟ من میگویم که توی سرمده داغن رو هر چی زودتر سر کنیم. در این فول تو داغن برآمد. حتی عکسش رو هم دیدی، اما بخیر باشد. من سبب خرسندی تو رو نمیفهمم. شما هم عجایبید. من هم میخوام که دخترمو خرسند باشد، لیکن کسی نمیفهمد.
ای حلیمه، این کار به سرت بلا میارد. سلام علیکم عزیزم. و علیکم السلام. چی؟ جان تو میدانی؟ لیلی مجنون روزی برای تقسیم خوراک به بیرون میبراید. مجنون او رو میبیند و زود همین خیل نگاه نمیکند. جان این خیل کار نمیشود. داخل خوراک تقسیم کن لیلی باشد و مجنون نگاه نکند. اما که قربان، این حال نه فکر لیلی را کرده میتوانم و نه مجنون رو. تو اولو گوش کن. وقتی فکر کردن که یافتی لازمت میشود. مایلشم که قربان، نقل کنید. شما آدم خالی نیستید. خالی بوده در خالی میماند. خدا کسی را در خالگی نماند. آمین. چی گفته ایستاده بودم؟ لیلی به فقیران خوراک تقسیم میکرد. مجنون دیدن زمان خودش را در قطار جا میکند. لیلی میبیند که در قطار مجنون است. کفلیز را برداشته به سری مجنون میزند. چون این هم باید میشود. جیان تو زود حکم ده. سری مجنون درد یافت و میانش خم شد. لیکن گویا که در رویش ماه برآمد. بچه‌ش میدونی؟ ترکش کرد. این خیلی میشود. این آدم دیوانه دنیا نیست. چی کند اما که قربان؟ کفلیز را به سرش زد. دیگر چیکار کند؟ نه جیان نه. مجنون باز به قطار ایستاد. البته که باز کفلیز خورد. ماندن نشد. معیوب نشد. باز به قطار در آمد. باز مزه کفلیز را چشید. چی او را مجبور کردن؟ برای چی؟ همه اطرافیان به مثل تو پرسیدم. چی گفت؟ معنیش گفت مجنون. من هر مراتب به لیلی نزدیکتر میشم. از این زیاد زیباگی میشود مگر؟ او مجنون بود اما که قربان. راست میگویی جان. او مجنون اما دیوانه نبود. عشق به مولا نزدیک بودن است. دل که سوزد به یار کفلیز می آید به سر. آدم باشی میفهمی. کفلیز می باید به سر، خلق نرود به فنا. ایستید اما که قربان. چی گفتن میخواهید؟ من از کفلیز و کفلیز خوردن نمیترسم. اگر مراتبه کفلیز نآید آن وقت میترسم. خب لیکن من حالا چیکار کنم؟ به قطار درآ. کفلیز هم خوری قطار را ترک مکن. تخمی پوسیده مادامی که نوشیده نمیتوانی چرا مینوشی؟ علیا من خودم میرم. زاغ بلبل را تقلید میکنم گفته از آواز خودش مانده است. داغن را تقلید میکنی احوالت را بین. در پای ایستاده نمیتوانی. ببینید آقا کورتاتون رو تیار کردم. از ینگه هم خواهش کردید کاری اون کس زیاد خودم تیار کردم. خواستتون شده است. ای دختر تو مرا مسخره میکنی؟ این رنگ از کجا؟ کرته ای دوست داشتم رو چیکار کردی؟ باز شرم نکردم و دستم میدی؟ دقا چی خیل شد نمیدونم. شسته در جویش مونده بودم. نگاه کن تو با این احوال مگر مردی؟ تو این کارهایت را برقص میکنی؟ میکشم من تو را گردن تقسیم میکنی. میکشم دختری بیچاره از دستی شما چی عذابهای راکی ندی؟ برای چی میزنی؟ سر و لباسات همه وقت نازن، شکمت همه وقت سه. برای چی او رو میزنی؟ خیز دخترم خیز. این زن برای اثبات زن بودنش 1000 شاهد در کار. لباسش رو بینید، این هفته اندام رو بینید، ایستادنش رو بینید. از بیبی هم یکم فرق ندارد. باز شما رو زن میگوید.
یک به آینه نگاه کن، به آینه. گریه نکن مادر جون. زیغ نشود مادر جون، شما برای ما زیباترین زن در دنیایید. شما نکنی من شکر که شما هستید، وگرنه من چی کار میکردم؟ دیروز عمر چیزی نخورده خسته رفت. هوشم در اوست. اگر این خیل دوام کردن گیرد او خودش را از دست میدهد. آره بسیار غم میخورد. نمیدونم چی کار کنم و چه خیل به او کمک کنم. خطایی کردیم اما برای اصلاح آن دشواری میکشیم. چای ریزم. تشکر. دستتون درد رو نبیند. با اجازت شما پیش از مکتب به یک جا رفتنم لازم. میلش اگر کارت باشد. بخیر است واقعا. در این سری بر وقت توی داری چی؟ تا توی وقت هست کوری امین. اول یک کاری ناتمامم را انجام دهم. باز همه را ویران نکنم. سرما صبح بخیر. از دیروز میخواهم با تو صحبت کنم. سلام یعقوب، بخیر است؟ چی شد سرما؟ چی شد که با عمر مناسبتت رو ویران کردی؟ میدونی او در چه حال است؟ دردش را نمیبیند، نه گپ میزند و نه دردش را به کسی میگوید. سرما او فکر میکند که فریب خورده است. چی واقعه؟ یعقوب من کاری نکردم. برای به تو فهموندن حال ندارم. بهترش بیا در این موضوع گپ نزنیم. ما خویش رو تباریم سرما. در رگ‌هایمون یک خون جاری است. زبانت هر چی میگوید اما نگاهت همه چیز رو میفهمد. از برای خودت بگوی خودش چی واقعا روی داد. من میدونم که چقدر که عمر تو رو دوست میدارد، تو هم عمر رو همان قدر دوست میداری. پس چرا سرما؟ چرا داغن رو امیدوار کردی؟ گوش کن، دیگر چاره نداشتم. داغن عمر رو پروندن میخواست. برای آروم کردن داغن چیزی که گفته باشم، به خاطر نجات عمر گفتم. چه خیلی من به داغن به شوهر میبرویم وقتی که او رو چشم دیدن ندارم. با این خیلی مرد چگونه زن میشوم. اما این رو با عمر گفته نمیتوانم. اگر داند باز با داغن روبرو میشود. اما اگر تو گویی حقیقت رو نگویی هم او رو آرام کن. تو پروا نکن. از دروغ محبت نمیسازم. من عمر رو از جانم زیادتر دوست میدارم، لیکن تنها از جان خودم. محبتی که با عمر دارم نمیخوام که او رو به تهلکه اندازم. تو مرا فهمیده میتونی؟ هیچ کس باوری نداشت که می آید. اینک تاجیکستان، شهر دوشنبه و سمی یوسف خواننده عالی ترین عصر، ترانه های پاک و زلال، آبی و به علت. سمی یوسف روزهای 7 و 8 اکتبر ساعت 17:30 در کافه باربد. اولین دیدار با سراینده عصر. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо.
бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхо мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. گفتی که از دروغ محبت نمیسازم، لیکن خودت ساختی. آقای عمر، من باید به این حال عادت کنم. سرمه را تنها از دور نگاه کرده میتوانی. طرفی مثبی پیشنهاد را نگاه، باز اجازت هم میدهم. دیدی چی مرد خوبی هستم. اکنون تو خودت را به چنین احوال عادت کن. سرمه را در خوابی شبت ببینید آخر نمیگذارم. خسته نباشه دوستان. قرار کار احمد. تشکر اکرم. استاد صدری آمد؟ نه هنوز آمده است. او عادت کرده است کدام وقتی که خواهد همان وقت می آید. نخواه. خانه‌اش را میدونی؟ بخیر است یعقوب؟ با کجای خیل سراسیمه؟ عمر رو باید حتما بینم. نزدی او رفته ایستادم. با عمر نیم ساعت پیش واخوردم. با دوریدگر خانه میرم گفت. انیق تشکر. سلامت باش. پروا نکن، نزد عمر روانت میکنم. نعمت اینها را گیر آخر. با سری بر وقت به بازار رفتی؟ دلم گوش بریان خواست و بازاری کردم. اکنون تو یک گوش بریان خوبه برایم تیار کن و نوش جان کنیم. روزهای آخر تماما دیگر شده ای صدری. کنی به من گویی که این آبی آسیاب از کجا می آید؟ از روستای کلان شدم، معاشم زیاد شد. من کمی راحت کنیم. تو با کاری من کاردار نشب. گیر اینها را گیر. به من ده. صدری گوش بریان رو یک طرف مون و اول به خودت عینک گیر. از روزی که اون رو گم کرده ای پیش بینیت رو دیده نمیتوانی. به خانه درو بیا. شد بس لبای یعقوب رو سلام شما خواهد بشید. دعا کنیم تا که خداوند یعقوب را به ما دوباره برگرداند. های خانم سرمه، دوغن چی کار میکنی؟ فکر کردم که تو مرا در حقیقت دوست داشته ای. میدانی 2-3 روز آخر چنان خوشبخت بودم که
افسوس فریب خوردم. داغن من هیچ چیز مگو. از این کار دست نمیکشم. خواهی هم دست نمیکشم، نخواهی هم. تو مالی منی، از من. تو چی گفتم میخوایی داغن؟ من مال نیستم که به من چنین گویی. کم گپ زن و گوش کن. هر آن کس که مرا از تو دور کردن میخواهد نیستش میکنم. چه خیلی که این روز یعقوب را نیست کردم. اپا یعقوب را چی شد سعیده؟ یعقوب را ماشین زده گریخته است. حاضر در بیمارخانه. چی؟ زده گریخته است؟ دختر نشتار دختر آدیه این دفعه موفق میشوم. در این بالای میز دیگر کسی نمیمیرد، با خواست خدا البته. حاضر به تو احتیاج نداریم سورما. میتوانی برای بیمارخانه را تنها نگذار. ایستادن میخواهم. التماس برا. فکر میکنم که تو هم میدونی که جراحی خانه جای بحث مناظره نیست. التماس سورما برا. رو به دست گیر. انشالله همش خوب میشود اپا. با خواست خدا عمر دوستش رو نجات میدهد. دستت را گیر. سورما دادرم چه خیلی خوب است. التماس بگوی پسرم چه خیلی است. خواطر نشوید، حالو در جراحی است. عمر کاری از دستش آماده رو میکند. اما مزیق نشوید. میدونید یعقوب در دست دکتر خوب است. با اجازه شما اینجوش خدا رو به دست گیره نکن رو بیا. همش از برای من و همش من گناهگارم که یعقوب در تلاش حیات است. عمر دشمنم شد. اونها نمیدونن که این کارو داغن کرده است. اگر دونن خدایا. اما که قربان شما اینجا بودید؟ دارم اینجا دخترم، همینجا. ببخشید شما رو ندیدم. کجا رو که دیدن خواهی همونجا رو میبینی. جای نظر نکردت رو نمیبینی. نه به جای نظر نکردم، فقط کمی پریشان خاطر هستم. درد هست. درد به اهل طب داده شد. با مولا که دست دعا کشادی شفا به وسیله جراحی میاد. همین خیلی دخترم. لیکن هر گونه درد رو به دکتر باور کرده نمی شود. من هم همین رو گفتنی بودم. لیلی رو پرسیدم چرا اینقدر مجنون بیچاره رو اذیت میدی؟ لیلی چی گفته است؟ عاشق از درد عشق نباید آه کشد. آخه عشق درد است اما که قربان چرا آه نکشد؟ آه کشد. از دردش عاشقش خبردار می شود. لیلی گوش کن دخترم بیگانه هایی که از عشق خبر ندارن عشق مطلی می گردن. مطلی در چشم بیگانگان قیمت ترین است. سیر که برآمد کرامت عشق پریده می رود. برای همین لیلی مجنون را اذیت می دهد. لیلی نیستم که دانم، مجنون نیستم که فهمم. عاشق دعای ما وصل می خواهد. می ترسد که از دست می دهد و می ترسد که بخورد. یعنی عشق ناامیدی است؟ این انتظاری ناامیدی است. عشق سخنهای بیهوده را نمی خواهد. عشق می خواهد به وصال برسد و زیبایی هیچ وقت تمام نشود. چهره ها غمگین نگردند. مگر چنین می شود اما که قربان؟ لیلی چنان دوست داشت جایی زده کفلیز در نمی داد.
عقل معشوق را بیدار میکرد. چی خیلی که قربان؟ کفلیز جراحی دخترم. تو هم لیلی شبو کفلیز گیر. شفای مجنون در همان است. اما که قربانتون شوم، چی میگوید نمیفهمم. قربانت شوم، من مجنون نیستم. آن طرفش رو مجنون میدونم. مجنون چی رو میدوند؟ مجنون چی میدوند؟ لیلی هم عینن است. اگر عینن باشد 1000 کفلیز خورد هم باز از قطار نمی برآمد. یعقوب جیان بیچارم، یک صدمه بس نبود که دیگرش باز او را یافت. انشاءالله از زمین هم نجات حمزه می‌یابد. تو رفتن گیر، من ها از آنجا میوه گرفته میآیم. میوه گفته حلیمه؟ عیادت بیمار چنین است. هیچی را هم را نگیر، رفتن گیر، من زود میوه گرفته میآیم. تو دیوانه شده ای؟ بیمار در جراحی خانه است، حال خوردن ندارد. راه گرد، پیش در رو. اومد چی شد؟ یعقوب خوب است؟ خدا شفا دهد. یعقوب این را هم پسی سر کرد. 1000 بار شکر. خدایا 1000 بار همش خوب میشود. چی میگی؟ همش خوب میشود. تشکر بابا جان. چی شد؟ یعقوب خوب است؟ خوب است امک. جراحی خوب گذشت. پس از 1-2 ساعت به خود میآید. از تو نپرسیدم. حمزه خودش چی گپ؟ در این خیلی روزهای وزن ما باید کینه و عداوت را فراموش کنیم. آخر ما یک عائله ایم. یکی از ما از دم مرگ برگشته است که جیانی تو هم میشد فرزندی برادرت. یعقوب نجات یافت و حالا مهم آن است که جنایتکار را باید پیدا کرد. راضیید؟ کسی کرده است، خدا جزایش رو بدهد. این صدمه یادی نیست، کسی دانسته زده است. کی میتوانست چنین عمل را به یعقوب روا بیند؟ داغن تو چی گفتی؟ کی کرده است؟ داغن گفتم، داغن. سحری خودش به من چنین گفت. تو میدونست که داغن کرده است؟ اکنون با ما میگویی این داغن خیلی قیمت بوده است. شخص قصد جان جانمان کرده است و باز خیش داریم که او را حمایت میکند. معلوم شد که داغن برایت خیلی شخص قیمت بوده است. همین خیلی سرمه. حیفی تو، حیف. زود به پلیس خبر دهید، دیوانه رو دستگیر کنند. من ملک حمایت کننده تویم سرمه جان. کسی میانی محبتمان در آید از رایلش میشوم. داغن 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 بایتاری جنگاوه. از یعقوب چی میخواستی؟ چی میخواستی از یعقوب؟ گبزن تو از حد گذراندی بایتار. تو خود چی میخواهی؟ میکشم. تو چی میخواهی؟ تو چی میخواهی از من؟ چی میخواستی؟ چی کار داری ها؟ تو چی کار داری ها؟ میکشم. چی کار داری؟ میکشم. چی میخواستی از یعقوب؟ چی میخواستی؟ میکشمت. دعا کن که تو را نکشته. دعا کن که تو را نکشته. آرام باش، با شما میرویم. زود به هر کجا که خواهید میروم. خودت را هر قدر در راه هم، هر قدر در راه هم سرمه را از من نمیگیری، فهمیدی؟ هرگز. پسر جونی من، جوان و جگری من، این چه بی‌طولی است. در صدمه اول چه عذاب ها کشیدیم. پسرم پایهایش را از دست داد. باز شکر میکنم که خدا حیات بخشید.
دیگرش مهم نیست. دخترم، این در تو آتش است برای پختن خشت‌های خانه‌های قیامتمان. خدا با ما صبر و تحمل داده است که از زبان اون شکایت نبراید. دنیای فانی این خیل هم میگذرد و آن خیل هم. پدر، دخترم چرا این کار رو کرد؟ عقلم قبول نمیکنه. از پسری من چی میخواهم؟ رابیه، شاید خطا از من بود. داغن به رحمتی پدرش رفته. فرصتی نشد که از مادرش نیز تربیه گیرد. باید به رمزی اجازت نمیدادم که کلینم را پیش کنم. قبل از همه داغن را باید فکر میکردم. در اصل خطا از من گذشت. همه امان گناه هایی کرده امان را جبران میکنیم. در این کار عیبدار را کفتن شرط نیست. بسترم. اوه خوش آمده دمک. میدانی چیکار کرده ایستاده ای جان؟ از چارچوب بر آمده ایستاده ای. از آن که مرا گوش نمی کنی همه را برباد میدی. امک، اگر مرا عذاب دادنی باشی خودت را خسته نکن. من از دعوایم دست نمیکشم. یا مرا از اینجا برار یا کار دارم نشم. میلش داغن، لیکن دانستم که با آیله دار شوی سرما همه چیز تمام نمی شود. دختر به این خیل حیات کنه راضی نمی شود. راحت می خواهد، دارایی می خواهد. با من که باشه همش می شود. برای از اینجا برآمدن نزدیک تر بیا. تنها یک راه است. عمر، با تو گپ زدنم لازم. دیگر طاقت صبر ندارم. ягон гапи ту гузаштаро тағйир намедиҳад сурма. ҳоҷати гапи бисёр нест. фаҳмида наметавонам ки гузаштаро бо як ҳаракатат тоза кардӣ. ту чаро ин тавр кардӣ сурма? намефаҳмам. дастонам ба хун олуда шуданд. наздиконам аз ман дур шуданд. бегона ба сӯят санг партояд алам намекунад, лекин каси наздикат ба сӯят гул партояд. бас гуфтам. агар каси наздик буда гул партояд ва дард кунад, он гоҳ оҳ кашида ба тамоми мардум овоза бояд кард. ӯ ки гул партофт гуфтанист ки гулро ки дӯст доштӣ ба хораш тоқат бикун. гул худаш хорро нахостааст. кадом гул бехор аст? магар булбул хорик гулро намедонад? умар, чаро ин қадар маро месӯзонӣ? کنی بگو هاشیم، آن چیز که نزد پدرم گفتن نتوانستی و مرا اینجا آوردی. گوش کنید ابا، هممون باید در زیر چتر یک آیله باشیم. اگر ما ضد یکدیگر باشیم تنها دشمن‌هایمان شاد میشوند. چی مقصد داری هاشیم؟ چی میخواهی؟ شکایتی که برای داغن کرده بودی بازگیر. ها؟ کاری کردهش نادرست است. به جزا هم نمیماند. جزا رو ما خودمون میدهیم. اعضای آیله را با دست خود حبس کردن تنها آیله را پراکنده میکند. مردی فکر آیله میکردگی رو بینید هاشیم. این آیله رو خودت پراکنده کردی. این بیگناهی و نیتهای بدت رو ماند. داغن را تو به این کار روان کردی. فرزندم از دمی مرگ برگشت. دوباره کوشش نکن که به من درسی آیله داری دیخی.
доғанро ҳимоя кардани ман танҳо як сабаб дорад. чунки доған مرا ببخشید سرما دخترم به تو گپ دارم تعجیلاً حاضر می آیم. چی می خواهید اما گپ زنید؟ امروز داغن را خبر گرفتم. در برای داغن با من گپ نزنید اما که هوشیم شنیدن نمی خواهم. لیکن اگر شنوی خوب می شود. داغن برایت پیغام می فرستاد. شی دخترم. برای عشق تو شده او همه گونه دیوانگی رو می کند. حالا این فعلش رو خوب فهمیده ای؟ داغن به من گفت که اگر دعوای کردهش را پس نگیرد از این بدترش رو می کند. اگر او را از حبس آزاد نکنی به عملهای آیندهش تو جواب گری. چی گفتید؟ ای دخترم ای جیانم کله داغن نسبت به ما دیگر خیلی کار میکند. او برقصد خودش رو به حبس گرفتار کرد. نباشد چرا فشاد برایشان آمده و تو گفتی من کردم. با من فهمونیدم اگه چی میخواهد؟ هم تو را ترسانید و هم با یاردمی تو او را حبس کردند. او نزد علی رفت، نزد قاتل پدرش. یعنی امک علی رو کشته نیست؟ تنها همین باشد خوب. اگر کار را به شاهد کند باز دیگران را میکشد. میفهمی؟ خوب فکر کن دخترم. اگر داغن را به حبس روان کنی پس به او خوبی کرده ای. داغن در حقیقت یعقوب را کشته نبود امک. آقای فکرک این چه خوشبختی است. دیر باز شما رو ندیده ایم. پدر جان یعقوب تقویم نمیمورن. آخر مادرم برای تقویم میگیریم. نه دخترم یعقوب تقویت سیاد میشود و مادرت خرسند شده دیگر گریه نمی کند. تقویم سیاد میشوم پدر جان. خواطر نشوید البته سیاد میشود. درست رو تیار کن پسرم. اپا دیگر طاقت کردن نمیتوانم. رفته همه چیز رو به اکای عمر میگویم. دوغن هم جزاش رو گیرد. و تو چی؟ بعد چی میشود میدونی سعیده؟ تو چشمانی دوغن رو ندیدی. حاضر جزا میگیرد. اگر بعد 2 ماه برایت چی میشود میدونی؟ قصدش با عمر 10 چند میگردد. انا اون وقت پیش راهش رو گرفته نمیتوانم. دست و پاهمون بسته است. دست و پاهمون بسته است؟ این چی حالت است؟ شما
چه میگویی جان؟ چیکار کنم مامک قربان؟ هوشم پریشان. پریشانی هوش خوب است. تاریکی را که دید ایستادن میخواهد. همین خیلی نمیدونم مامک قربان. مجنون لیلی را با دیگر عوض کند چی میشود؟ هلاکت میشود. در چنین عاشقی غفلت نمیشود. پس این مولا لیلی راه بلد است. تو راه را اینجا آوردی، تو خدمت را ترک کردی، اینجا آمدی. حاضر از پس لیلی هم دویده و رو ایست گویم. احتالا تو خود گفتی؟ من چیزی نگفتم. نباشد ترکش کنم. ویران کرده را تعمیر نکرده کجا میره؟ هم رو هم ایست. آخر چیکار کنم؟ عشق آتش است، خود را که پرتافتی میسوزی. تمام شد دادن؟ بله اپا، از نزدیکترین شعبه میتواند پول رو گیرد. شد تشکر. سلامت باشید. حمزه من دیروز میخواستم به قشلاقمان پول روان کنم. پول به من ده. سیمانجی پیش در راه. همش رو تو نادرست فهمیدی حمزه. نگازه صبر کن، همش رو میفهمونم. چی رو میفهمونی؟ حالا پول رفته است. با تو نگفته بودم که دیگر با آن دادر خماربازت گپ نزن. او از دیگر کس قرضدار شده است. تهدیدش میکنن. چیکار کنم؟ دلم به او میسوزد. دادرم است آخر. ایوای دیوانه همین قدر دور است و حال هم ما رو غارت کرده ایستاده است. تو هم مسخره او میکردی. آخر نگفتم که دوباره با او گپ زدن رو نبینم. قرضدار شده است، گویا که کار نو است. میوه نخوردم، یگام برو نخوردم. خدا ما رو با او روبرو نکنه. توبه توبه. حلیمه لبای تو پولهای فرستادت رو از کجا یافتی؟ دروغ چنان برگردن انسان میپیچد که انسان به نفس میماند. حتی با حیات دست به گریبان میبردد. بعضا قلب انسان را میسوزاند. بعضا خاموشی هم دروغ را میآرد. خاموش ایستادن بیخبر بودن است. گل با امید بلبل را انتظار است. بلبل به دیگر باغ می رود، نامه هایش را بر دروغ می خواند. عاقبت بد است اگر در وقت امید بمیری. عمر سخت ناامید شد. محبتش چنان بر زیاد بود که یک دروغی خورد مثل سوزن خلطه پر را کفاند. ابرهای سیاه محل هفت بهاری احاطه کرده.
ابرهای سیاه محله 7 بهار را احاطه کرده بودند. ابرها می آیند می آیند می آیند. فشار خونش چطور؟ مقرری دکتر. خوب میتوانی بروی. یعقوب عمر احوالش چخیر؟ یعقوب کی بیدار میشود؟ خاطر نشو علیا، خطرش دور شد، همش خوب. تنها بیدار شویش رو انتظار میشویم. شکر خدا. یعقوب را دوباره خندان دیدن میخواهم. انشالله میبینید اما. انشالله. یعقوب یلماس در اتاق رقم 6 خواب است، از طرف راست. تو اینجا چیکار میکنی؟ با عیادت پسر عمم آمدم. چرا حیران شدی؟ اومده است. آرام شو. داغن تو چه خیل آزاد شدی؟ یعقوب را کشتنی شدی و باز به عیادتش آمدی؟ بابا جان، کی میگوید که من یعقوب را کشتنی بودم؟ تشکر به سرمه که بیانات نوشت. وقتی صدمه من با او بودم، نخواد کسی در حقیقت یعقوب را کشتنی بوده است. قریب بود که سری من در بلا ماند. همین خیل نیست سرمه؟